اولین قطعه رساله اینطور شروع میشه: دوستی از دوستان عزیز مرا سؤال کرد که مرغان زبان یکدیگر دانند؟ گفتم بلی دانند. گفت تو را از کجا معلوم گشت؟ گفتم در ابتدای حالت چون مصور به حقیقت خواست که بنیت مرا پدید کند، یا خواست که نیست مرا پدید کند، مرا در صورت بازی آفرید و در آن ولایت که من بودم دیگر بازان بودند. ما با یکدیگر سخن گفتیم و شنیدیم و سخن یکدیگر فهم کردیم. خب این روایت سهروردیه. اینجا متوجه شدیم راوی سهروردیه، داره داستان مثالی خودش رو از عالم مثال توضیح میده. یعنی زمانی که قبل از این که تخت بند تن بشه، جسمی براش آفرینش بشه، ما در دنیای بین دنیای معقول و دنیای ماده یا دنیای کسرات یه دنیایی داریم که در ایران باستان هم فروهر بهش میگن. یعنی مینویی هست که فروهرای انسانها، یعنی اون روح انسانها اونجا قرار داره. پس بنابراین داره روایت قبل از زمینی شدن خودش رو تعریف میکنه برای ما. میگه اونجا که من بودم ما هممون مرغ بودیم. اینجا مرغ به معنای ارواح انسانیه، روح ناطقه انسانه به عبارت عرفانی تر. یعنی چی؟ یعنی این که ما، چون میخواد مثالی برای شما بزنه در ادبیات عرفانی که این قابل فهم باشه. انسانی که تخت بند بدن میشه، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، همینه. یعنی اون مرغی که، اون روحی که از اون بالا، اون فروهری که آمده اینجا و بعد در کالبدی قرار گرفته که اون کالبد زمینی تیرس و اجازه پرواز دوباره به عالم بالا رو بهش نمیده، این مرغه بعد از اینکه هبوط میکنه دوباره باید با سیر و سلوک برگرده به وطنش. اما حالا میخواد قصه خودش رو قبل از هبوط، قبل از پایین آمدن به دنیای مادی تعریف کنه. میگه بله، مرغان زبان همدیگر میدونستن. یعنی ما با اینکه روح بودیم و روح ماده نیست، زبان واژگانی الان من و شما رو نداره، اما حرف همدیگر رو میفهمیدیم، با همدیگه حرف میزنیم. شما هر مدلی، یعنی اون زیبایی ادبیش رو بخواید تصور کنید، اون زیبایی عرفانیش رو بخواید تصور کنید، اون تشبیهات و تمثیلاتش رو بخواید در نظر بگیرید، همه جوره زیباست. پس ما در اینجا مثال مرغی بودیم، ارواح ما، که در قبل از هبوط در اون مینوی پروردگار، در اون جهان، در اون مأوا با همدیگه صحبت میکردیم و زبان همدیگه رو میتونستیم بفهمیم. اون دوستش ازش میپرسه که از کجا میدونی؟ میگه اون ابتدای خلقت، اون از اول ازل، وقتی که پروردگار خواست که اون اساس و نهاد آفرینش رو پدید بیاره و ما رو به وجود بیاره، من سهروردی رو به شکل بازی آفرید. و تو اون ولایتی که من بودم، منظورش جهان بالاست، مرغای دیگه هم بودن، بازای دیگه هم بودن. ما اونجا با هم دیگه حرف می زدیم، حرف هم دیگه رو می فهمیدیم و می تونستیم فهم کنیم که چه اتفاقی داره بینمون می افته. ولی بخشی که خیلی جالبه من باید بهتون بگم اینه که چرا به خودش میگه باز؟ چرا پرنده دیگه‌ای رو انتخاب نمیکنه سهروردی؟ چرا به طور مثال نمیگه من کبوتر بودم، من هدهد بودم، من مثلا به طور مثال مرغابی بودم؟ چرا نمیگه؟ اول این بخش رو باز کنم که ما در متون عرفانی بسیاری مکتوبات داریم که مربوط به مرغانن، مثل منطق الطیر عطار، مثل رساله پرندگان ابو علی سینا،
و بسیار دیگه، حالا یا به شکل در واقع یک کتاب مشخص یا به شکل اشارات مثل چیزهایی که توی مثنوی آمده. خب این مهمترینش که مربوط به عطاره، پرندگانی که میرن سراغ در واقع پادشاه خودشون یک سفر معنوی رو شروع میکنن که اونجا هر کدوم از پرنده ها نماد چیزی هستن، ولی کم کم باشون آشنا میشیم در منطقه طیر عطار و میرن که به سیمرغ برسن. و حالا اون تفسیری که میگن اینا 30 تا مرغ بودن که قرار بود سیمرغ رو پیدا بکنن و بعد فهمیدن که خودشون همون سیمرغ هستن هم خالی از لطف نیست. اینجا در بین پرندگان باز بالاترین پرنده است. مثل بین حیوانات جنگل شیر سلطان جنگله، در بین پرندگان باز عقاب، حالا این باز و عقاب مترادف هم دیگه اینجا استفاده میشن یعنی نگید چرا عقاب رو انتخاب نکرده باز رو انتخاب کرده. باز در واقع همون عقابه. آن که از همه بالاتر میپرد این دلیل داره، میخواد میزان اون عروج خودش رو، میزان اون بالا بودن روح معنوی خودش رو نشون بده. میگه من معمولی نبودم، من یک پرنده معمولی نبودم، من باز بودم. و این باز بودن خیلی معنی داره. فکر کنید بهش. ما میتونیم پرنده باشیم اگر باشیم و بعد میتونیم از پرنده بودن تبدیل به باز بودن بشیم، بالاترین بپریم. باز سهروردی چون جادوگریه و از این جادو استفاده میکنه برای اینکه مفاهیم متعددی رو در کلامش بگذاره. یکی از مفاهیم دیگه‌ای که در کلامش گذاشته شده این هستش که باز یک در ادبیات پارسی بسیار در رابطش گفته شده، یک پرنده شکاریه و انسان میتونه آموزشش بده. جزء پرندگان شکاریه که آموزش میدادن برای پادشاهان. وقتی به شکار میرفتن هم سگان تازی داشتن که باید شکار رو بعد از اینکه تیر بهش میخورد برن پیدا بکنن، بو بکشن و بیارن، هم بازی تربیت میکردن و باز رو جالبه چشمهاش رو میبستن، یادش میدادن که چطور باید پرواز کنه، چطور بعدش باید طعمه رو بیابه و بعد بیاد روی ساعد چرمی که مربوط به اون پادشاهست یا مربوط به اون کسی هست که آموزشش داده بشینه و دوباره با دستور او بره و اون بخش شکار رو بیاره. شکاری که به هر حال به شکل تیر یا روشی گرفتار شده اون رو بگیره و برداره بیار. حالا پس اینجا دوباره برگردیم به این متن. میگه من باز بودم، یعنی یک مرشدی که این مرشد بزرگ، مرشد اکمل، پروردگار، من رو باز خلقت کرده. چرا؟ چون من قراره برم شکارهای دیگر رو بیارم. میخوام بیام شکارتون کنم، میخوام بیام اون شکارها رو بیارم به اون محضر پروردگار، من بشم بازی که شما جان ارواح دیگر رو میره شکار میکنه و برای پروردگار میاره. و اگر بخوایم اینطوری بهش نگاه کنیم میبینیم که چقدر زیبا گفته. انگار واسطه‌ای سهروردی، واسطه‌ای بین عقل سرخ و ما، بین پروردگار و ما، فرق نمیکنه با چه تعبیری. مهم اینه که جانهای ما هم میتونه شکار بشه و از قضا جان سهروردی هم در این خدمت گرفته شده، چون بازه و قرار باز این رابطه معنوی رو ایجاد بکنه.